در شهر بصره عراق قبیله‌نشین‌های مسلح با تشکیل گردی همایی همراهی خود را به نیروهای امنیتی کشور نشان دادند که آنها علیه تندروان اسلامی در غرب عراق می‌جنگند. همین گونه گردی همایی در شهرهای دیگر عراق صورت گرفت. از این پیش علی السیستانی، یک روحانی با نفوذ شیعه مذهب، از مردم کشورش خواست به دفاع عراق برخیزند. تندروان سنی مذهب از سازمان دولت اسلامی عراق و شام، یک سازمان شریک القاعده، تا کنون چندی از شهرهای عراق از جمله شهرهای موصل و تکریت را اشغال کردند. در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان بعد آغاز عملیات نظامی علیه تندروان در ولایت قبایل‌نشین وزیرستان شمالی تدابیر امنیتی را تقویت بخشیدند. وزارت دفاع پاکستان روز 15 میلیون رسما از آغاز این عملیات نظامی اعلام داد. برای جلوگیری از حمله‌های احتمالی در شهرهای کراچی، پشاور و لاهور پاکستان نیز چاره‌های علاوه‌ای امنیتی اندیشیده‌اند. در امریکا گروهی از فعالان طرفدار اوکراین در نزد تالار کرنگی در نیویورک تظاهرات کردند که در آنجا دنیس ماتسویف، پیانین نواز معروف روس، هنرنمایی می‌کرد. ماتسویف یکی از 500 نفر از زیایان معروف روسیه است که با نشر نامه سرکشاده از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستند نیم جزیره کریم اوکراین را بر روسیه همراه کند. در شهر خزان پایتخت جمهوری تتارستان روسیه، دادگاه یک مفتش سابق ریاست امور داخلی را با گناه شکنجه یک بازداشت شده و 15 سال زندان محکوم کرد. دیگر گناهکاران در این پرونده پرسر و صدا از 2 تا به 12 سال زندان محکوم شدند. این ماموران سابق پلیس را با آن گناهکار می‌کنند که سال 2012 یک مرد بازداشت شده را بی‌رحمانه زده و با شیشه شمپان به او تجاوز جنسی کردند. در شهر آستانه پایتخت قزاقستان مسابقه گشتی سنتی برگزار شد که در بالای اسب صورت می‌گیرد. در این مسابقه سواران گوشتگیر از آسیای مرکزی، گوشتگیران از افغانستان، آذربایجان، چین، مجارستان، مغولستان، روسیه و ترکیه شرکت کردند. در ولایت هامل در بلاروس مردمی روستاهای منطقه مراسم مردمی روسال و جشن پریان آبی را تجلیل کردند. در این مراسم زنان عمدتاً در گرد آتش می‌رقصند و رهبر پریان دریایی را انتخاب می‌کنند. در پایان این مراسم به اصطلاح پری آبی را که به زراعت مردم زیان می‌رساند از روستا می‌رانند.